به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب برآید و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی‌نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن.